چه اعتماد به نفسی داری؟ خوب قیافه هم نداری. اگه درست حسابی بودی زنت تو رو ول نمی‌کرد نمیرفت. تو که امسال تجدید میشی میری. حالا تو بخند. گریت هم من میبینم. من که از اول راضی به این وسط نبودم. حقوق ماه قبلت چی شد؟ بازم دست خالی اومدی خونه؟ مامان بابا کی میاد؟ خیلی وقتی که رفته. آقای نوابی کتاب شما قابل چاپ نیست. از این ما کرایت بیشتر میشه. اگه نتونه بدی پرتت میکنم بیرون. ازت متنفرم. هیچ کس تو رو نمیخواد. پا تو از زندگی به سرم بکش بیرون. تو خجالت نمیکشی هنوز داری اینجوری میخندی؟ مامان شهریه مدرسه رو کی میخوای بدی؟ واقعا باعث ناامیدی. هنوز داری میخندی؟ این مسئولیت. باید بشینی گریه کنی. تو چجوری هنوز نیشت بازه؟ خیلی عجب تو میشه تو این اوضاع بخندی؟ چقدر نفرته. خیلی مسخره. چقدر رو داری؟